این پسر میفهمه که دوست دخترش خواهر دوقلو داره و هر دوشون رو میکنه. داستان از دو دختر به اسم آنا و زویی شروع میشه که انقدر دافن رو دستشون نیست و پولدارم هستن و با هم زندگی میکنن. آنا با یه پسری که خیلی پول داره قرار میذاره و میرن رستوران و اونجا آنا بهش میگه که من یه رابطه عمیق و پایدار میخوام. نیک هم از آنا خوشش اومده و با هم میرن کلاب و شروع میکنن رقصیدن که یهو از همدیگه لب میگیرن و نیک میگه که بریم خونه من، ولی آنا عدد تنگا رو در میاره که میگه من نمیدم. نیک هم میگه که اونی که نمیده از همه بهتر میده. خلاصه فراش نیک به آنا پیام میده که دوباره قرار بذاریم. آنا هم قبول میکنه و آنا داستانو برای خواهرش تعریف میکنه، اما اون میگه دلتو خوش نکن و شاید زنی بچه چیزی داره. آنا هم توجه نمیکنه و میره. عصرش آنا نیک رو دعوت میکنه به خونه خودش و نیک زحمت میکشه و سوراخ‌های این بانو رو جر میده. بعد از کردن هم یه عکس از آنا و زویی میبینه و آنا بهش میگه که خواهرم فقط شبیه منه ولی از لحاظ شخصیتی اصلا شبیه هم نیستیم. فراش زویی به آنا میگه که دلتو به این پسر خوش نکن، اون فقط یه بکن درو هستش. از اون طرف هم خواهر نیک بهش زنگ میزنه که مادرمون داره میمیره و زود بیا. نیک هم به آنا زنگ میزنه و با هم میرن بیمارستان و اونجا مادر نیک بهش میگه که من سرطان دارم و دیگه آخرای عمرم و آرزوم دیدن عروسی توئه. بعدش هم نیک از آنا خواستگاری میکنه و اونم قبول میکنه و روبکا خواهر نیک اصلا از ازدواج یویی برادرش راضی نیست و شروع میکنه به تیک انداختن، ولی آنا توجه نمیکنه و نیک رو میبره پیش پدر مادرش و میگه که این شوهر آیندهمه، ولی باباش راضی نیست و میگه تو نباید الان ازدواج کنی، ولی مادره از نیک خوشش میاد. بعدش هم بابا آنا به نیک میگه که از گذشته آنا خبر داری. نیک هم میگه که گذشته مهم نیست، الان مهمه. فراش دوباره نیک و آنا میرن پیش خانواده نیک و اونجا روبکا دوباره شروع میکنه به تیک انداختن و موقع رفتن هم آنا میره بغلش میکنه و میگه میشه تو ساقدوشم باشی. روبکا هم با دیدن این رفتار آنا ازش خوشش میاد و قبول میکنه. شبش هم زوی زنگ میزنه به نیک و میگه که بریم رستوران ولی به آنا چیزی نگو. بعدش هم یه تیپ سکسی میزنه و وقتی میاد نیک با دیدنش شق میکنه و زوی هم حسابی جینده بازی در میاره و به نیک میگه که آنا 7 سال پیش ازدواج کرده و طلاق گرفته و سنش هم الکی بهت گفته و بهش میگه که من میرم هتل و اگه خواستی بیا. نیک هم که دیگه افسارش دست ابولشه میره هتل و اونجا حسابی بکن بکن را میندازن. صبح که نیک از خواب پا میشه میفهمه چه غلطی کرده و همون موقع آنا بهش زنگ میزنه که کجای قرار بود لباس عروس بگیریم که نیک میگه که ببخشید و مریض بودم و وقتی قطع میکنه دوباره میره زوی رو میکنه و زوی میگه که یه وقتی به آنا نگی. اونم میگه نه نگران نباش. بعدش هم آنا و زوی میرن لباس عروس بگیرن که هر لباس عروسی که آنا میگیره زوی میگه به درد نمیخوره. از اون طرف هم زویی هر روز به نیک میده و چند روز بعدم آنا و روبکا میرن لباس عروس بگیرن که میفهمن زویی اومده لباس عروس رو پاره کرده. آنا هم میره خونه و به پدرش میگه که زویی داره حسادت من رو میکنه. بعدش هم زویی میره پیش نیک که بهش بده، ولی نیک سرش به سنگ خورده و میگه که من آنا رو دوست دارم و رابطمون رو باید زود تموم کنیم. زویی هم میگه که اوکی ولی من میرم با آنا میگم. فراشم روبکا میره خونه مادر آنا و بهش میگه که زویی با آنا چیکار کرده و مادرم میگه که تقصیر برادرته که هر شب داره زویی رو میکنه. روبکا هم جا میخوره و به آنا حقیقت رو میگه. همون موقع هم نیک زنگ میزنه به آنا و آنا هم بهش میگه که من همه چیو میدونم و دیگه بهم زنگ نزن و نمیخوامت. نیک هم با کونی پاره میره دم خونه آنا که میبینه آنا خونی افتاده رو زمین و یکی یهو از پشت میزنه تو سر نیک و بیهوش میشه. وقتی هم بیهوش میاد زویی بهش میگه که اگر به پلیس چیزی بگی قطع میفته گردن تو، پس بهتره ساکت شی. بعد جنازه آنا رو میپیشه دور فرش و میندازه آشغالی. فردا صبحش میبینه که زویی خوشگل کرده و خیلی شیک نشسته پشت میز و صبحونه آماده کرده تا بخورن، ولی نیک گیج میشه و میره پیش پدرشون و براشون داستان رو تعریف میکنه و پدر میگه که اون خود آناست و زویی چند سال پیش مرده و آنا دچار یه بیماریه که نقش زویی هم بازی میکنه. نیک هم میگه پس اون جنازه وسط فرش چی بود که میفهمه خواهرش روبکا رو آنا کشته و همون موقع آنا میرسه و پدر خودش هم میکشه و میخواد نیک رو هم بکشه که مادرش از پشت آنا رو میزنه و زنگ میزنه پلیس و قتل رو میندازه گردن نیک و با آنا میگه که من همه جوره پشت تو هم و فیلم همینجا به پایان میرسه. خب دوستان گلم، سابسکرایب کانال یادتون نره. دوستتون دارم. خدا نگهدار.